مقامات افغانستان میگویند بسیاری از بخش‌های شهری استراتژیک کندوز در مرز با تاجیکستان را از دست طالبان آزاد کردند. وزارت دفاع افغانستان روز 1 اکتبر گفت در عملیات شبانه علیه جنگجویان طالب در شهر 150 نفر از آنها را کشتند و کندوز را از حضور طالبان پاک کردند. این شهر شمالی افغانستان را طالبان 3 روز پیش اشغال کردند و سخنگوی آنها به خبرگزاری رایترز گفته است طالبان هنوز هم با نیروهای حکومتی افغانستان مقاومت می‌کنند و قسمت‌های از شهر را در دست دارند. صحبت امروزه درباره عملیات در کندوز است و با همکارم ستار فروغ از رادیوی افغانستانی آزاد. ستار، خودت با افسر در کندوز صحبت کردی. نیروهای امنیتی درباره آزاد کردن کندوز چی میگویند؟ تشکر. این افسر اردوی ملی افغانستان میگوید که آنها ساعت 11 دیشب عملیات را برای واپسگیری شهر کندوز آغاز کردند و سحرگاه امروز توانستند که بخشای زیادی از شهر کندوز را از تصرف طالبان مسلح خارج سازند و نیروهای امنیتی وارد شهر کندوز شوند. او گفت که در یک قسمتی از شهر کندوز هنوز هم درگیری با مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. به گفته این عضو اردوی ملی افغانستان، حمایت هوایی نیروهای ناتو را هم در این عملیات با خود داشتند و به گفته او این حمایت هوایی کمک کرد تا به طور دقیق مخالفان مسلح هدف قرار بگیرند و از تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان جلوگیری شود. و در این باره که چگونه یک شهر مهم افغانستان یک باره به دست طالبان افتاد در افغانستان چی گفته می شود؟ پس از تصرف شهر کندوز اواخر روز دوشنبه گذشته، این سوال نزد مردم و بسیاری ها در افغانستان ایجاد شده، اما برخی از اعضای ولسی جرگه که نماینده های مردم ولایت کندوز هستند در این جرگه، آنها میگویند که عناصر در داخل ولایت کندوز همکاری کردند و زمینه ورود مخالفان مسلح را به داخل شهر کندوز مساعد کردند. یعنی همکاری با مخالفان مسلح به نحو وجود داشته تا آنها توانستند که این شهر مهم در شمال افغانستان تصرف بکنند. اما به طور دقیق از این عناصر و این حلقات نام برده نشده. سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم به نحو اشاره کرد که همکاری با مخالفان مسلح صورت گرفته. در این حال رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی صبح امروز با رهبری نظامی در شهر کندوز از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده، ضمن ای که معلومات تازه را جویا شده از مقام های امنیتی در ولایت کندوز در ارتباط با وضعیت در شهر کندوز. همچنان رئیس جمهور افغانستان یادآور شده که به زودی یک هیئت از سوی حکومت افغانستان به ولایت کندوز فرستاده میشه تا بررسی بکنه که آنهایی که غفلت وظیفوی نمودن در روشنایی بررسی این هیئت مورد مجازات قرار بگیرند و آنید از نیروهای امنیتی که از خود شجاعت و شایستگی نشان دادند در واپسگیری شهر کندوز از چنگ مخالفان مسلح ستایش و تمجید شوند. وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات تصفیوی فعلا در شهر کندوز ادامه دارد. در همون مناطقی که نیروهای دولتی هم تصرف کرده تلاش میشه تا که اگر مخالفان مسلح در کدام محل خود را پنهان کرده باشند آنها ردیابی و بازداشت شوند و این عملیات در سراسر ولایت کندوز گسترش خواهد یافت و تا زمان ادامه پیدا میکنه که ولایت کندوز در مجموع از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شود.